یه جوری تو دل از زهرا جا باز کنی و دل بیبی با تو همراه بشه و بخواد تو رو، بشه بیبی شما رو بپسنده. من نمیدونم. تمامه. مثل شهید مجید قربانخانی. چی شد؟ من از مامان مجید شنیدم. آقا مجید قربانخانی بچه آذربایجانه، ترک زبانه، اصلا توی حال هوا نیست. تو جنوب تهران 2 قهوه خونه داره، بدن خالکوبی. مادرش میگفت من صبح به صبح خودم موهای مجید رو واکسمون میزدم میفرستادمش بره. اصلا مجید توی حال هوا نبود. یهو حال هواش عوض شد. آقا یهو یعنی چی؟ ما یهو نداریم که، اتفاق نداریم که. از خودش تو آموزشی فیلم گرفته قبل اعزام به سوریه. میگه امروز به عشق سوریه و به عشق زینبیه 10 روز لب به قلیون نزدم. تو اصلا مالی حرفانی. سوریه مال سپاهیه، سوریه مال ارتشیه، سوریه مال بچه بسیجیه. تو که الحمدلله کاره بار زندگیت براه. چی کار به این کارا داری؟ اصلا تیپ ظاهری تو نگاه کن. چند روز به اعزام همه فامیل دور هم جمعن. عمه مجید کنار مجید بیا از خرشتون بیا پایین. تو را چه به سوریه؟ حلوا که خیرات نمی کنن که. مجید برگشت گفت عمه من یه چیزی میگم، هیچی دیگه نگو. بعدش گفت عمه راستشو بخوای من خواب از زهرا رو دیدم. سلام الله علیه. بیبی از زهرا به من گفته مجید تو چقدر باصفا شدی. بعد بیبی به من گفته مجید تو اگه پات برسه سوریه ما خودمون کارا رو راستریز میکنیم. تو حیفی بمونی تو دنیا قاطی دنیا یا بشی تو مال مایی. یه زمزمه در گوشت بگه که